سلام علیکم دوستو подписчиков و غیر از подписчиков و هر کسی که این نوار را در این لحظه ها تماشا میکند. امیدوار هستم که سربلند صحتمند و خانه آباد هستید و من هم برای همه شما، برای هر یک شما همین آرزو دارم. در عرفیت میگن که بسیار طلب مکن به کمزار شوی. در زندگی انسان‌های را وا خوردیم و دیدیم که از زندگیشون بسیار شکایت میکردن، میگفتند و میگن هم حاضر هم که این چی زندگی است، رنگ سگ زندگی میکنیم، در حالی که میدونم که خانه و در ای خودش خانه و در داره، زنی سالم داره، تنی صحت داره، فرزند داره و فرزندای نر و ماده و فرزندای سالم داره و پدر و مادر هم داره. برزم همین با از زندگی شکایت داره. من نمیفهم که برای این نمود انسان ها چی نمود خوشبختی در کار است. برادرو، همین نواری من تا اخیر تماشا کنید و در کامنتاریا بنویسین که فکر شما چیه. فکر شخصی من همین است که من نمیفهمم که برزم فرزند سالم داشتن، خانه و در خطه داشتن، بر زن همسر خوب داشتن، سالم بدن و رزق روزی تا خودت پیدا کردن و خوردن و احتیاج به کسی نبودن، این خوشبختی باش چی است؟ مثلا شخصایی هستند که میگن در پول و مال میبینن، اما نه همه وقت پول و مال شما را خوشبخت میکنه. زیرا که من در زندگی خودم دیدم، شخصی را دیدم که دروغ نمیگم، هر کسی که باور میکنه باور کنه، باور نمیکرده که اختیار داره. شخصی را وا خوردم، دیدم که در نزد طبیب اومد، فرزندی مریض داشت. اومد گفت که در خوجند، در دوشنبه، در قرغان تپه که باختر حاضر میگن، خانه و در دارم، مثلا دتگی سه‌تگی، ماشینا دارم، تجارت خدمت دارم، پول مال دارم، اما خوشحال نیستم، زیرا که از خفای انم فرزند مریضم همه وقت سرگردان و ناراحت هستم. همین دکتر گفتش که طبیب گفت یک خانه تا بفروش، گفت و احتیاجمندا را تقسیمش کن اگر که فرزند طبابت یافت. به هر دیگوشم شنیدم که همین شخص گفت که اگر کسی کفالت بده که فرزند من سالم میشوه و طبابت میوه، من حاضر هستم که همه خانه و در ما بفروشم و برای احتیاجمندا تقسیم کنم. برادر، این همین سخنایی که همین مرد گفت و از زندگی و حالی که همین مرد داشت معلوم می شود که همه وقت پول خوشبختی نمیاره و انسان خوشبخت نمیکنه. به همین خاطر هوس زندگی کسی دیگر نخور، پول مالی کسی دیگر هوسش نخور. چیزی که در دست داری شکرانه همون بکن و اون چیز غنیمت بشمار، زیرا که اون بهتر است برای تو چیزی که در دست داری. خوب برادر جانو، فکر خودتون در کامنتاریا بنویسین و حالا که باشه подписаться نکرده باشین подписаться کنین، خواهش میکنیم کانال ما را دستگیری کنین، ابونه شوین و لایک بجخین. خداوند شما را همتون نگهدار باشه و زندگی خوب و آسوده برای شما، خوشبختی و خوشحالی الله نصیبتون کنه و فرزنداتون همیشه سالم و صحت سربلند باشن و داغ فرزند نبینین. خداوند همتون نگهدار باشه.